سلام به روی ماه تک تکتون. خیلی خوش اومدید به چنل نکس پیس. امروز قرار از بازیکنانی که داخل جام جهانی 2026 حضور داشتن، از جمله بازیکنهای مثل لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، نیمار جونیور و خیلی از بازیکنهای دیگه که ما 20 نفر از اونها رو داخل یک گردونه گل چشی گذاشتیم و قرار 15 نفر از این بازیکنها رو انتخاب کنیم و به تیممون بیاریم و به جنگ با بهترین های جهان، یعنی همون دیویژن، بریم. این گردونه ای هست که ما داریم و بازیکنهای زیادی داریم. خب بریم واسه یه چرخش که اولین بازیکنی که به تیممون وارد میشه کیه؟ خوشان کیمیش. پس کیمیچ به عنوان اولین بازیکن به خط هافک ما اضافه شد. خب بریم واسه یه نفر دوم و بازیکنی جز نونو مندز و نونو مندز به عنوان اولین دفاع چپ ما وارد ترکیب شد. خب دوستان بریم واسه این نفر سوم که کسی نیست جز روبن نوش و روبن نویس به عنوان بازیکن دومین بازیکنی که به خط هافکمون اضافه میشه وارد این تیم ما شد. خب بریم واسه این نفر چهارم، نونی مادویکه. پس نونی مادویکه به عنوان چهارمین بازیکن وارد تیم ما شد. خب بریم واسه این نفر ششم که کسی نیست جز هالند. پس ارلینگ هالند به عنوان اولین نوک تیم ما وارد ترکیبمون شد. خب دفعه بریم واسه این نفر بعدی که کسی نیست جز رودری. چقدرم هافک دفاعی آوردیم، قشنگ تیممون مناسب هر آنبال. خب رودری هم به عنوان یه بازیکن دیگه به خاطر هافکمون اضافه شد. خب دوستان بریم واسه این نفر بعدی که کسی نیست جز کوین دی بروینه. پس کوین دی بروینه با اوورال 103 وارد تیممون شد. خب بریم واسه یه نفر دیگه که انتخاب کنیم و کسی نیست جز داوید رایا و دروازه‌بان تیممون هم تکمیل شد. پس داوید رایا به عنوان دروازه‌بان تیممون وارد تیممون شد. خب بریم واسه یه نفر بعدی که کسی نیست جز فندایک. پس ویرجیل فندایک به عنوان اولین مدافع وسط ما وارد تیممون شد. خب بریم واسه نفر بعدی که ایشالله حتی اگر یه مسی و رونالدوی چیزی در بیاریم، همش جدید شد، کیلیان امباپه. پس کارت جدید کیلیان امباپه هم به عنوان دومین نوک تیم ما وارد ترکیبمون شد. عجب تیمی ساختیم. ببینیم نفر بعدی کی در میاد که کسی نیست جز لیونل مسی. پس لیونل مسی وارد تیم ما شد. خب دوستان بریم واسه نفر بعدی که کسی نیست جز فردی کالودو. پس فردی هم به عنوان اولین تعویضی ما وارد تیم ما شد. خب رفقا بریم واسه این نفر بعدی که کسی نیست جز لامین یامال. پس لامین یامال به عنوان دومین تعویضی ما وارد تیممون شد. خب دوستان رسیدیم به 3 نفر آخر که امیدوارم یه رونالدو چیز در بیاد و مانیان وارد تیم ما میشه. خب دوستان مانیان هم به عنوان دومین تعویضی گلر ما وارد ترکیبمون شد. خب دوستان رسیدیم به 2 نفر آخر که میچرخونیم و کسی نیست جز نیمار جونیور. پس نیمار جونیور به عنوان سومین بازیکن، البته 14مین بازیکن وارد تیم ما میشه. خب میرسیم واسه 2 نفر آخر که کسی نیست جز ماگالاش. پس این ور هم گابریل بازیکن آرسنال وارد تیممون میشه. خب دوستان میرسیم به نفر آخر که ایشالله کریستیانو رونالدو و نه جود بلینگام وارد ترکیب ما میشه. پس بلینگام وارد ترکیب ما شد. خب دوستان اینم تیم ما شد که چیدیم و یکم به هافک دفاعی ها اضافه کردیم و الان میریم دیویژن که ایشالله پیروز بشیم.
خب دوستان عزیز، الان داریم میریم دیویژن. آقا یه لایک و کامنتی بذارید، یه سابسکرایب کنید، چیزی از شما کم نمیشه. ما هم دیگه تلاش میکنیم که کیفیت ویدیوهامون رو بالا ببریم، کیفیت صدا رو بالا ببریم. و اینجا یه نکته بگم، الان من خودم میخوام با پینگ خور برم با تست رایگان که توی ویدیو قبل گفتم. اگه ویدیو قبل رو ندید حتما برید ببینید. هشتا در واقع وی پی ان گفتم که میتونید مثل من آنلاین مثل همون دیویژن بازی کنید. خب الان ما دیگه منتظر حریفیم که خب پیدا شد، ولی وضعیت اینترنت بده، پس قبول نمی کنیم. و در این موضوع یه چیز دیگه هم بگم رفقا، ما میخوایم یه ویدیو جدیدی بسازیم ولی به درخواست شما. ولی در اون ویدیو میخوام در کامنت ها، در کسانی که چنل رو ساب داشته باشن ویدیو رو لایک کنن و ویدیو رو کامل ببینن، از در واقع کامنت ها میخوام به 2 نفر 200,000 تومان یه جایزه ناقابلی تقدیم کنیم. پس خواهش میشم، در واقع ازتون خواهش میکنم اگه میشه یه سابسکرایب کنید و ویدیوی بعدی حتما این شرکت کردن داخل این ویدیو واجبه. حتما پس داخل این کامنت ها هر مشکلی درباره بازی دارید به همون بگید، ما در واقع واسش یه ویدیویی بسازیم و فردا آپلود کنیم. خب دوستان میریم به بازی که حریفمونم گوی افتاد. خب و الان ترکیب خودمون رو ببینیم با ترکیب حریفمون. خب دوستان این ترکیب ما هست و اینم ترکیب حریفمونه که واقعا قویه مثلا تیمش. خب پس قرار شد که لایک و سابسکرایب کنید و حتما داخل کامنت ها بگید که چه نوع ویدیویی بسازیم واسه ویدیوی فردا و من ویدیو رو بسازم واسهتون بگم و گفتم که در کامنت ها اون گروکش رو انجام بدیم. پس واسهتون 2 شانس حساب میکنم، یعنی اگه همینجا هم کامنت بذارید و ویدیو فردا هم کامنت بذارید شانساتون 2 برابر میشه. البته فردا میتونید با کامنت گذاشتن بیشتر هم شانس داشته باشید که جزئیات تشمیلی و فردا واسهتون توی ویدیو فردا بهتون میگم. و فعلا بریم به گیم پلیمون برسیم که حریفمون گوی هم هست. عجب موقعیتی هم خراب کردیم که نگم دیگه. دوستان این ویدیو کامله دیگه، یه ویدیو کامل رو واسهتون میذارم. بابت لگم عذر میخوام دیگه، یکم گوشه مدلش پایینه و از وضعیت اینترنت هم که دیگه نگیم کلا. خب بازی کنیم و اصلا وضعیت اینترنت یه جوری آدم حالش به هم میخوره از این وضعیت اینترنت و تأخیره. خب میخواست بکشی رو سرش که خب خدا شکر حداقل تو گردونه دفاعمون گتاشون بلند شد،
گت بلند دفاع گیرمون اومد، فندایک و ماگالاش که گت داشون و بله خوردیم. وزی ناموسه اینو چطوری زدی بیرون؟ پشما. خب بریم واسه بعدی دیگه، ادامه بازی. فکر کنم اسمارت اسیستش خاموش بود، اشتباه گرفت کلا زد یه جا دیگه. خب رودری اونجا توپو میگیره، پاسکاریاشون با هالند که نمیرسه و نونو مندز و وای از این نت. بله گل اولو میخوریم با اینترنت بسیار زیبامون، گل اولو میخوریم. چه وضعش ناموسه. بیا به دفاع خورد، شانس ما رو. خب کمیش پشت توپ، میخوام بکشم رو سر هالند. هالند دقیقا میزدی. تیر دروازه، یعنی شانس ما اصلا به نازه. از این طرف خب حالا ماگالاش پسش به رودری. خب از اون طرف هالند، امباپه. خاک تو سرت، این چه موقعیتی بود. پاس هالند هم چندان تنگی به دل نمیزد، ولی خب آخه اصلا چه وضعش ناموسه از تأخیری و لگ و اینا. بنازم به این وضعیت. فقط من یادم رفت کلا رکورد رو روشن کنم واسه همین و تو همین موقعیت یکی زدیم و بله اصلا دوستان به نظرم رکورد رو خاموش کنم بهتره. میام نتیجه رو بهتون میگم. خب دوستان اینم نتیجه پایانی بازی. پس حتما یادتون نره کامنت بذارید. اگه از ویدیو خوشتون اومد یه لایک مهمون ما کنید و خب ویدیوی بعدی حتما اون گره کشی یادتون نره و هر وقت آپلود شد میام میگم. پس حتما سابسکرایب کنید، یه لایک هم ما رو مهمون کنید. دمتون گرم.